خیلی تیز نرو بابا که من مثل تو رو رفتن نمیتونم. نر بله. باید بکش که رو رفته خود میریم دیگه میرسیم. اصلا مادر تو نالالای. آه نانی ما هسته عباس هم هسته. گلایشو. جلو بفرما یا الله. بفرما. یا الله. کجا هم لالا؟ کی؟ برار شما. عباس. 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 سلام. سلام علیکم. خوبی خیلیت خیلی. چی گفته؟ خوش آمدید. بخیر. چیکار کردیم؟ همینا رفتیم استانده؟ بله دیگه اینا بیاریم دیگه بگشتیم بخیر. خب خیر بینیم. خب خود شما سعی کنیم همینا که سعی کردم خوش نکردم مادر که سعی کرده خوش نکرده خب همینا که از 20 سال پیشه که شما خریدین. دادی من خوش نکردم. اینا چند سال پیشه؟ 20 سال. نه نه. مدیلا قدیمه. نه دشمن خیلی باله ما که تمام بازار بگشتیم از این بی‌طرف پیدا نکردیم. نه نه. چیه نه؟ همینا که ما هم سعی کردم خوش نکردم. چی بود چی بود؟ نه نه سر چی من بگم؟ خوبه. خوبی خیریت خیریت خوب هستی. اشتون عروس مخاطب خوبم. کجی تو خوبی خالص؟ خیلی سلامت خاله جان. نه نه میگم اینا ما شما 20 سال پیشه. چی نه جو؟ همینایی که زحمت کشیدیم بیاوردیم بخریدیم. از اینا بیتر مهم لالا آخه. دادی من خوش نکردم خاله جان. من روز اول برای شما بگفتم که شما همین جایزه به جمع خونه نکنیم بگذاریم که ما بستانیم. گفتیم ما ایتا میکنیم آخر هم شما براتیم چی استانده؟ راست میگم شرایط امروز اینا کسی پسند نمیکنه. خود شما میفهمید. همین تفلکا لالا نورالله باور بکنیم اینا همه قرض کردم خریدم ظلم نکنیم گناه داریم. ما گناه داریم ما صغیری ما خدا کو خبر داریم صغیری ما پیار نداریم. قائل که شما پیار نداریم یعنی ما چیکار کنیم دختر با شما مفت بدم. خازی بیتر شما ماه. پیشکش هم نگیرید من جایزم شما نمیخریم. گفتیم ما چیزی نداریم اصل اگریپه به 2 لک آوردم بازم گفتم خیر کم پوله. نه دیگه شما یک دنیای به ما دادید. شما کاکا خسور شما خیلی گنده گپ میزنید کاکا خسور. از این بچه شما چی عقل کمال مثل ما یادگیره؟ یعنی شما میگن که ما دختر خب شما مفت به دست شما بدم بگم هیچ جایزم نمایه. نه اینا چیه که جایز نمایه؟ خب اینا که جایزه دیگه. اینا خوش نکرده شما چرا جربه؟ خوش نکردیم برو اینا فقط بگوریم پاس بده. خوش کنه. اینا فقط بگوریم پاس بده. اینا به درد ما نمیخوره. لالا جان مهم اینه که این دخترک شما خوشبخت باشه دیگه چی مهم شد؟ دختر ما اینا رو خوش نداره. چی خوشبختی داره؟ دختر شما رو دور برم نماستم. اون با زور به ما دادی. اگر اینا دختر ما خوش دکتر ماستر بازار بگی من نماستر. نه نه کاکا خسور شما به راه نمیایین دیگه. این هم میشه. شما جمعه بازی گپ نمیفهمم. همینایی که بخریدیم پس اینا جمع کنیم و بریم پس بدیم. فقط مدل جدیده بستانید. اگر همون رقم خوش داریم خوب نداریم. جدیده من بسته بازم ولی عکسای بودم بگم این جدید نیست که شما چی میگن؟ اینا از 10 سال پیشه آخه ما زندگی نه 40 سال پیش اینا بازار پیدا میشه. خودی میبردیم برای اخ به دلخواه خودی میخریدیم. تو اگه تا بازار میت پیدا کردم چیزی. بابا اون میبرم به تا بازار به چوشن میکنه. عباس نه من تو نه خودم. عباس وقتی بیا بچه من. فقط دو موضوع. من به تو همین زر میگم خب تو دختر مرزی نباشه عروسی هم نیه. خلاصه گپا برای تو بگم. تو بده یک زنگ بگوشی خود زنگ بزنم. به کجکی. عباس بیا عباس. بگو چای سبز یا سیاه. هیچ کدوم نمایی. نمایم چای نمایم بریم. میارم. بیا ولی معامله. الله زنگ بده خود زنگ. بگی رفت. ناله من میگم. گپ فایده نداره. خودی ما گپ زد. گفت به اینا رو قبول ندارم پس ببرم. الو. کجیب نیا منو که جکیشتنی خیلیاتی جانجیری تیاری. زنده بشی. عادی گذر. سلامت بشی. پیار تو برار تو بیا من مثلا ما بگم که جکی اینا خوش نکرده چی میگی تو؟ خوب کاری کرده. ها. پیار تو میگم 10 سال پیش با تو میگم 18 سال پیش 15 سال پیشه. همه لوکه. غم نداری بوز بخر بوز نبود مرغ بخر. خوبه. پس مستنی تو همین زر شده گای تو همین زر مرمری. تو نمیفهمی
میفهمی که ما از گشنگی موشا خونیم مال دمرو میره در نمیکردی اشتا پول نگرفتم پیار مستو مثل که 2 لک بیا مثل که مال به دم گو بریزی گو میترقه حالا آخر هم بگو دگه حالا مینا نمایی لالا نمایه بزرگی فقط بستون کلمه تو با قبرستون شما عقل علی من تو ندارید هم خوش کنه خوش کنه چی میگم امروز دختر که دهن پوست خور پاک کردن نمیتونه 5 لک روپیه پیشکش کنه من به تو 2 لک دارم به خاطر که تو گفتی من صغیرم چیزی ندارم غریبیم قرض میکنم در کنی خوار به اوناره یک خانه بودی زمان 30,000 روپیه 20,000 روپیه خوی خانه بابا میدونی همین بابا تو از کجایی با کجا آوردی برفتی بچوندی خب این با دختر روز اول دختر 2 سال میشه اینو برمنه حالا سلام بزی گپانه فامیلای که بخرید پاس ببریم ما دیگه قبول صحیح آه. صحیح هر چی شما چای تعبده خودی چای هم نمونه صحیح سگه کاسی نباشه خب بشین نمونه زنده باشه میگم من تو با تعبده خودی میخری خوبه نمیسی نمی برو خدا برو خودم سلام بگی خدا حافظ خدا ورستی همی خوشون ما دور برا گلا برفتم او گردانم بند باشه اب باشه می خسور ما برابر دوری پی عقل کمال نداره استنه سعی کن اینا آگوستون بیارده پول داده اینا آخر خوش نکن اینا ایتونه که تا چیز ندیدن ایت چیزا از با فوس که نوزاد بنا بخونه با فوکس تو هم نمیخوره که تو هم جنجال پیش کردی خب تو گفتم نمایه اینا رو میگه 18 سال پیشه خسور ما خوده که لگن نخواه میگه 18 سال پیشه بابا تو تاله پالون خانه بزیر پا خونه کردی اینا که ببینم با خور بود دیگر از که اینا بخواه خراب نانه بگو نون تیار کنی که گشنگی زفت کردم واقعی که به کل خسور من بی حق نمیدم بابا به اینا ایلک جان فکر نمیکنم ها قرار میگم که من گوش نمیکشه یعنی ویل ما هم سرگردان نکن چره؟ هم تو دوماد تو دیگه امی کسی که دوماد یکی میشه به جای اولادی گفته میشه گپ تو گوش کرد تو که نه گپ تو مادر انا من زنگ زدم من نوزبات خود زنگ زدم دختر برای شما بگفتم خب او خسول من بیامدم مثلا خود کشی اینا میگم اینا به کار نیه اینا تخت خوابا گندی جایزا گندی اینا خراب همه آشخاله اینا شما ببرین پسته من زنگ زدم من نوزبات خواهم بگفتم من گفتم که اونا گفتم نه نماییم انا خسول من بیرو شدم انا مدر ما گفتم برو به پیشید گل بگو که برم خودی برار خود گپ زنم اونا 2 برارم اونا به حرف میکنم گپ به شما 2 برار به حرف میکنیم گوش بده من تو چی میگم گوش کاش یعنی برار ما اگه چی برار کلانتر ما هست خب ولی بم عمر خامید چیزا رو ندیده کاکا خب تو اگر میدی چی ندیده همین جایزی هایی که تو استوندی من که بیام بدیدم من میفهمم یعنی که من که میده به زندگی خود خود ندید آها اون از او بابا توان تو که بیشتر از اونا میایه میام میگم تمام از این بیشتر باشه میام تمام برون خاطر بیشتر باشه بفهمیدی حالا بیشتر کنیم با خدا من رو نمیشه برم پیش از این گپ مرا گوش نمیکشه تو 45 در سال خوبی آمده تا اینجا بیامده خب بریم شده مالی باور بکن میگم بیشتر کن بریم من میرم خود من تا گپ مرا گوش نمیکنه گوش نمیکنی ها از تو از مادر پیرزال تو از اون برارک تو گپ تو یک ذره ارزش بدونی نه اون ما خاصیت این برار خو میفهم همون گفتم تو ناامید دار می خونه ما نری بیاوردی بازم اگه میریم خودی اون گپ میزنه من تا بعد هم میایم میگه وقت دومات میگرفت تو برار مرا خب بریم یا که بریم شما برار شما اگه نریم بیتره ما این به کجکی بگین قبول کن بگین همین خود تو خودی که گپ نزدی قبل زدم چی گفتم میگه اینا از 20 سال 18 ساله بعد میگه 20 سالشه میگه ما سر سیال داریم میان 20 سال سه پیش این چیزا با کجا بودی کشور مچو بیا که بازم بریم یک چند کجا بریم؟ بیا یک بریم تو بیا کنی خسول من به شرط از این که اگه چی نکرد دیگه باز نگی که کاکا چه کار کنه مادر ما گفتم برو برای دید گل بیا بازم میریم تو با خدا بیاد Dada hastın. Ha Güller. İşte ne mama? Tiyar hastın. Haydi selamati. Kucağın dadı mı? No.
من داده پیش کجا پس برفتم به خونه خسرو من گیلا این کاسه دوغ خود یاد بگیری تو همین کاسه دوغ میخوری تو تونکاری این تل لغنمی کاسه دوغ میشه کم تو جا گیری دیگه اینا رو کجا جا میدی اونا به دیگه مسیدی میره وای شوروا شمیدنی سیوا رزه کرده سیوا دوغ هم با بالا اینا بالا کجای هم دردیمه برفتم به خونه خسرو ما بابا جان با خب چی میگی خسرو تو صبح به من زنگ دادی که همینطور بعضی گپای بفهمیدم بعضی نمیفهمیدم صدا گوشی هر دقیقه تواصل میشد نمیفهمیدم خسرو با جایزه رو خوش نکردم گفتن که اینا حالا میرم در دهان خب بیری کن و گلاس با خدا کاسه دوغ پره گفتم که چیزه خب گفتم که اینا تخت خواب ما چون چیکار فلانه نه ما برفتن که قال مقال کنن گفتن که سیدی برید میکنه تخت خواب چیکار شده قدیمی اون میجه خونه به خونه اتاقه جایزه دیگر هم نگاه کردم چی میگم از اینا اینا اشکاله خوشحاله بگو چهار طرف خونه شما همین چیزا پیدا میشه اصلا من یک چیز دیگه به تو بگم همین سرکله می خسور تو همین چیزا میارزه هم فامیل هم فرق و فامیل اینا اثر از اینا اضافه بفهمیدی حالا میگم میخوام نمایی اثر نبره بخریم خب خیلی گپی نیه اهل بخیر بخوشی یک مامان تو از ایران بیا از روی عروسی رو میکنیم اونا رو همه برمیدارم و ماما تو برمیدارم هیچ گپی نیه بفهمیدی و مادر خب هیچ تشویشی نداشته باشیم اونا رو همه ماما برمیدارم با برار دیگه شما بفهمیدی تو به چی کار میدی؟ من بیام اونو که خبر بگید و سعی کنم چی جنجال و معرکه داره به چی کار آمدم؟ جنجال میکنی برو به خونه خسرو اینجا چه دیگه میدی؟ من بیام اونو به پیش خوار من که خودی از اونا طرف حساب نیم که جنجال کنم با که معامله و جنجال بفته که ما با پاش ما استاده حالا کی برفتم مادر تو؟ بابا نور بخور بکنی وای میبینیم این کار گوش نیام آخی نمیجه مامای من پیش تو من بیام آدم که 4 کلمه خودتو گپ زنم میگم بیا نون بخور بیا نون بخور به خدا رو مزم از تو بیار غلطر مگر بیار به چی من باشه به ماما فیشته گپا میزنه یک بیگونه 70 ساله که یک مسیری تیر نشه پیاله ای به دست آدم باشه یک تعارف آدم میکنه که بیا پیاله میخوری یا چای میخوری چی برسه که من ماماتونو میام و خونه تو من تعارف کردی که بیا نون بخور سرگل خیلی داری من میرو بفهمیدی خودت تو سرگی که غیر از اینکه برات شکم خوبشی یک کلمه تعارف نکرده که بیا نون بخور بابا یارا تو من باق کنم که نون میخورم بابا ما اینجا میگم که نون بخورم نه کاکمو خورم مردم هم خورزاده دارم ما هم خورزاده دارم حیفمه که ماماتونو بفهمیدی حیفمه مادر من به کی زنگ داده با گنبد خونی ما